مریضی عجیب و غیر قابل باور سارا سرور دختر خانم انگامه. سارا سرور دختر انگامه کاملا از راه هنر موسیقی به دور شد و جدا شدن سارا سرور از نامزد ترکش. اما به چی دلیل؟ سارا سرور چرا دیگر آهنگ نمی‌سراید و گفتنی های تازه مادرش در این باره، حقایق تازه سارا سرور با نامزد ترکش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. سارا سرور دختر خانم انگامه یکی از هنرمندان جوان با استعداد و موفق افغان که در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت بسزایی دارد. سارا سرور کارهای هنر موسیقیش را از مادرش آموخت و توانست در مدت خیلی کوتاهی در میان مردم افغانستان شهرت هنری خوب کسب کند. سارا سرور برنامه‌های موسیقیش در افغانستان و خارج از افغانستان موجب حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. این همه در حالی است که سارا سرور با یک پسر ترک 3 سال قبل نامزد شد، ولی تازه تصاویر در صفحات مجازی دست به دست می شود که سارا سرور از نامزد ترکش جدا شده است و در حالت بدی در شفاخانه بستری است. دلیل این که سارا سرور چرا بستری است تا کنون معلوم نیست، اما سارا سرور دختر فیض سرور هنرمند جوان کشور بوده است. وی در کشور کانادا بزرگ شده است. تحصیلات دوره و لیسه و دانشگاه را به اتمام رسانید. سارا سرور در یکی از کودکستان‌های مشهور در کانادا من حیث استاد اجرای وظیفه می‌کند. ما در انتظار نشر تازه‌ترین کارهای هنری از این هنرمند جوان افغان خواهیم بود. دوستان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان سارا سرور به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را به لای منان امانت گذاشته موفق و کامیاب باشید.